خب سلام عرض میکنم خدمتون. معماری کامپیوتر رو میخوایم ادامه بدیم. جلسه دوم. معماری کامپیوتر جلسه دوم. تو این جلسه شروع میکنیم از گذرگاه مشترک ساختن. تو جلسه قبل تا اینجا رفتیم که ما میخوایم تعدادی ثبات داریم بیشتر از 2 تا 4 تا 8 تا و میخوایم یه کاری بکنیم که یه راه ارتباطی بین اینا بسازیم که هر موقع خواستیم مقدار هر کدوم از اینها رو بتونیم به یکی دیگه انتقال بدیم. گفتیم برای این کار میایم از گذرگاه مشترک استفاده میکنیم. حالا گذرگاه مشترک یا باس رو میخوایم بسازیم. خب فرض بکنید که 4 تا ثبات داریم و هر کدوم از اینها هم 4 بیتی هن. یعنی یه دونه ثبات A کج شد، یه دونه ثبات B، ثبات C و ثبات D. هر کدوم از اینها هم 4 بیتن. B هم همینطور، C هم همینطور، D هم همینطور. برای ساخت گذرگاه مشترک میایم و از مالتی پلکسر استفاده میکنیم. یک جمله کلیدی داریم برای ساخت که همیشه بدونیم چه کار میخوایم بکنیم، چه جوری میخوایم بسازیم. با این جمله کار میکنیم. جمله چیه؟ میگیم که همه بیت های صفر رو به یک مالتی پلکسر وصل میکنیم. همه بیت های یک رو به مالتی پلکسر بعدی و الی آخر. پس چی شد؟ همه بیت های صفر رو میخوایم میکنید. هر کدوم از اینا یه بیت صفر دارن، بیت یک دارن، بیت دو دارن و بیت سه. همینطور صفر، یک، دو، بیت صفر توش بنویسیم، بیت یک، بیت دو، بیت سه، بیت صفر، بیت یک، بیت دو، بیت سه، بیت صفر. خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم همه بیت های صفر رو به یک مالتی پلکسر وصل کنیم. ما نمیدونیم اندازه مالتی پلکسر چقدر. یه دونه مالتی پلکسر میذاریم، همه بیت های صفر رو بهش وصل میکنیم. یعنی این A صفرش، B صفرش، C صفرش، D هم صفرش. چون 4 تا مالتی پلکسر بود، پس این مالتی پلکسر ما 4 تا ورودی داره، پس میشه 4 در 1. همه بیت های یک رو به مالتی پلکسر بعدی، یه مالتی پلکسر دیگه داریم اینجا، بیت های یک رو بهش وصل میکنیم دیگه. سیماشو نمیکشن. A1، B1، C1 و D1 رو بهش وصل میکنیم. این هم یه دونه 4 در 1 دیگه میشه. یه دونه دیگه میخوایم برای اینکه دو رو بهش وصل کنیم. A2، B2، C2، D2 و اینا از صفر دارن تا سه دیگه. یه دونه دیگه هم پس آخریش، این هم میشه 4 در 1. مالتیپلکسر آخرمون هم A3، B3، C3 و
D3 A3 B3 C3 و D3. خب این تا اینجا درست شد. این با یه رنگ دیگه سیمای خروجی مالتیپلکسر رو وصل میکنیم. ببینید هر کدوم از اینا الان یه دونه خروجی دارن. خروجی ها رو میاییم کنار هم دیگه میاریمشون پایین. اینم آخرش. میکنید الان این سیمه از مالتیپلکسری اومده که بیتای صفر بهش وصل شده. پس همین رو میایم وصل میکنیم به بیتای صفر اینا. A0 B0 C0 و D0 وصل میکنیم. اینی که از یک اومده یعنی دومی رو وصل میکنیم به یک ها. A1 B1 C1 D1 بعدیش همینطور به دو. این به این وصله، به این وصله، این وصله، آخریش هم به سه ها دیگه نمیکشم. درسته؟ این هم میاد اینجا. سر کج شد. نمیکشیدیم بهتر. این هم سه هاش درست شد. خب حالا ببینیم چی کار میکنه. نگاه کنید مالتیپلکسر 4x1 4 تا ورودی داره دیگه. 2 به توان 2 میشه 4. پس هر کدوم از اینا 2 تا خط انتخاب دارن S1 و S0. همه این خطوط انتخاب رو وصل میکنیم به همدیگه و وصل میکنیم به سیگنال های کنترلی S1 و S0. ببینید پس این S1 و S0 ها پایه های کنترلی هن. دارن کنترل میکنن رفتار گذرگاه رو. گذرگاه پس از چی تشکیل شده؟ از تعدادی مالتیپلکسر که خروجیاش اومده وصل شده دو مرتبه به ورودی ثبات ها و ورودی ثبات ها هم با همون شیوهی که بهتون گفتم همه بیتای صفر به مالتیپلکسر، بیتای یک به مالتیپلکسر بعدی و الی آخر. میکنید S1 و S0 اگر صفر صفر باشن، S1 و S0 گفتیم به همه مالتیپلکسرها به صورت یکسان وصل شدن. یه دونه S1 و S0 داریم به همشون وصل شدن. اگر S1 و S0 صفر صفر باشن هر کدوم از این مالتیپلکسرها 4 تا ورودی دارن دیگه. 0 1 2 3. صفر صفر که باشن یعنی ورودی شماره صفر رو میفرستن توی خروجی. ورودی شماره صفر این چیه؟ A0. ورودی شماره صفر این چیه؟ A1. ورودی شماره صفر این چیه؟ A2. ورودی شماره صفر این چیه؟ A3. پس کلا ما تو خروجی مالتیپلکسر ها A0 A1 A2 A3 رو داریم. ثبات انتخاب شدهمون چی میشه؟ ثباتی که مقدارش میره توی گذرگاه ثبات A هست. اگر 0 1 باشه 0 1 توی مبنای 2 میشه 1. 1 چی بهش وصل شده؟ B0 B1 B2 و B3. پس کلا ثباتی که انتخاب میشه B هست. 1 0 باشه 1 0 میشه 2. 2 چی بهش وصل شده؟ C0 C1 C2 C3. پس ثبات انتخاب شده C هست. 1 1 هم باشه ثباتی که انتخاب میشه و میره توی گذرگاه D هست. حالا الان ما با استفاده از این گذرگاه میخوایم مثلا مقدار ثبات B رو بریزیم توی ثبات D. باید دو تا کار انجام بدیم. کار اول باید S1 S0 رو جوری انتخاب کنیم که این ثبات مبدأ بره توی خروجی های مالتیپلکسر. ثبات مبدأ، ثباتی که میخوایم مقدارشون رو منتقل بکنیم. ثبات B شمارش چنده؟ 0 1. پس S1 S0 باید بشه چند؟ 0 1. وقتی 0 1 میکنیم B انتخاب میشه. خب حالا B توی این 4 تا سیم هست. میخوایم محتویات این 4 تا سیم بره توی D. باید چیکار کنیم؟ بیایم ثبات دیمون پایه لودش رو بکنیم 1. مثلا میخوایم A رو بریزیم توی C. چیکار میکنیم؟
S1 S0 مون رو بایستی آ شماره چنده 00 آمدی اینجا بایستی سی پای لودش رو بکنیم 1 چون آمون الان تو این 4 تا سیم هست میخوایم منتقل بشه به سی پس کافیه که پای لود سی رو بکنیم 1 به همین راحتی. ببینید الان با این ساختار ما میتونیم توی همزمان آ رو هم بریزیم توی بی هم بریزیم توی سی. S1 S0 رو میکنیم 00 پای لود بی و سی رو جفتشون میکنیم 1 چون تو این 4 تا سیم مقدار آ هست دیگه وقتی S1 000 باشه. آ پای لود بی وقتی 1 باشه آ میره توش، وقتی پای لود سی هم 1 باشه آ میره توش. همه اینا یادمون هستش که با کلاک اتفاق میفته، وقتی کلاک بیاد این انتقال انجام میشه. خب حالا جمله‌مون چی بود؟ بیایم جمله‌مون رو بنویسیم. جمله‌مون این بود. وقتی میخوایم گذرگاه مشترک بسازیم میگیم همه بیت های صفر را به 1 یا به اولین مالتیپلکسر وصل میکنیم. بیت های 1 را به مالتیپلکسر بعدی و الی آخر. بیایم حالا که این جمله رو بلدیم بیایم مثلا برای اون 4 تا ثبات 4 بیتی بود بیایم برای 16 تا ثبات مثلا 32 بیتی گذرگاه طراحی کنیم. 16 تا ثبات داریم میکشیم میگیم این ثبات شماره 1 مون 32 بیته، پس بیتای 0 تا 31 چند تا از اینا داریم؟ آخرین ثباتمون 16 تاست دیگه، از 1 شروع کردیم پس 16 همین ثباتمون از 0 تا 31. میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم همه بیت های 0 رو به یه مالتیپلکسر، پس یه مالتیپلکسر میکشیم نمیدونیم چند در چنده، میگیم 1 مون بیت صفرش، 2 مون بیت صفرش تا آخریش چنده؟ 16 مون بیت صفرش. پس چند تا ورودی داره این مالتیپلکسر؟ 16 تا، میشه 16 در 1. مالتیپلکسر بیتای 1 رو به مالتیپلکسر بعدی یعنی 1 1 2 1 تا 16 1 الی آخر. آخریش چیه؟ بیتای 31 رو یعنی 1 31 تا 16 31 وصل میکنیم و الی و تمامش. به این خروجیش هم باز مرتبط وصل میکنیم به ورودیه. پس چند تا ثبات شد؟ نکنید 1 2 تا 31 یعنی از 0 تا 31 32 تا 32 تا مالتیپلکسر میخوایم. اندازه هر کدوم از مالتیپلکسرها 16 در 1. درست شد؟ 16 در 1 هم 2 به توان 4 میشه 16. پس از S3 داریم تا S0. تمام. نکته کنکوریش میشه چی؟ میشه 16 تا ثبات 32 بیتی. برای 16 تا ثبات 32 بیتی ما به 32 تا مالتیپلکسر 16 در 1 احتیاج داریم. یعنی تعداد ثبات ها میشه اندازه مالتیپلکسر، اندازه ثبات ها میشه تعداد مالتیپلکسر. 16 تا ثبات 32 بیتی میشه 32 تا، برعکس میخونیم 32 تا مالتیپلکسر 16 در 1. 16 تا ثبات 32 بیتی 32 تا مالتیپلکسر 16 در 1. خب
اینم شد گذرگاه مشترک. این جلسه و جلسه قبلی در واقع یه جلسه است، اون تا کوتاه کوتاه ضبطش کردم، بارگذاریش هم راحت تره. میریم سراغ اول در واقع ساخت مدار محاسباتی. اینو میذاریم جلسه آینده. جلسه آینده اگر که طولانی نشه فصل 4 رو تمام میکنیم به جز تمریناش. خسته نباشید. خدا